در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سال سال وطنی محبوبمان آباد و زیبا می‌گردد. اگر گویم که دهه‌های دوردست نیز به شهرک مبدل شده ایستادند خطا نخواهیم کرد. ساکنان جماعت دهاتی پانغاز ناحیه اشت در نقشه دارند جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده پیشواز گیرند. دهه بابادرخان یکی از دهه‌های زیبا منظره جماعت دهاتی پانغاز است که طبیعت زیبای دلنشین دارد و در سالهای صاحب استقلالی کشور به شهرک حقیقی مبدل شده ایستاده است. از زمانهای قدیم خلق بابادرخان خلق با فرهنگ، با مدنیت، آبادکار و سازنده بودند. آنها در این سال زمان نقشه‌های آبادکاری و سازندگی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان را با خوبی درک کرده در اجرای این نقشه ها سهم باسزای خود را گذاشته ایستادند. چندین نفر از شهروندانی که پول حج پدر مادرشان را برای منفرشکنی رای دهه‌های بابادرخان، پانغاز و شیدان صرف کردند. ما از نام اهل دهه به این شخصان سخاوتمند هزارها تحسین آفرین میگوییم. بعد ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خادمان دین، یک چند نفر ساکنان این دهه تصمیم گرفتند که مبلغی برای حج عمره جمع‌آوری نموده خود را برای آبادی دیار صرف نمایند. از جمله ساکنی این دهه دهقانبای مرسولوف که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارد با مسافه 1200 متر خط آب نوشاکی کشیده زیاده از 400 خواجگی را با آب تازه تامین نمود. پیشتر ساکنان این دهه از نبودن آب تازه نوشاکی مشکلی داشتند. در دهه‌های جماعت دهات پانغاز قریب که در همه دهه منفرش‌کنی راه‌های داخلی محله‌ها ادامه دارد. امروز زیاده از 5 میلیون مبلغ جمع شده است که برای منفرش‌کنی راه‌های محله‌ها صرف می‌شود. همین مبلغ‌ها بعد از ملاقات جناب عالی با نمایندگان خادمان دین زیایان همین باز صورت گرفت. اهالی جماعت کوشش نموده ایستادند که آباد زیبا گردانند. از وای سو رفته چشمه رفته می آوردیم. من بعدی امین آب اومدن همه ما خورسندیم، کارم آسان شد. ما آب گرفته هممون خوش خورسندانه در همین جا زندگانی به سر برده ایستادیم. برای کشیدن خط آب نوشاکی ساکنان دهه نیز بی‌طرف نایستاده با طریق حشر این اقدام خیر و ثواب را عملی نمودند. اکنون خرد و بزرگ دهه از آمدن آب تازه نوشاکی مسرور و بالیده روحند، زیرا آب تازه این سرچشمه حیات و باعث درازعمری ساکنان می باشد. باعث خرسندی است که ماست با اقدام فرزانه ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 10 سالی بین المللی آب برای رشد سالهای 2018-2028 اعلان کرده شده است و این تشبس را ساکنان دهه بابادرخان جماعت دهات پانغاز ناحیه اشت یکدلانه قبول کردند و جانبداری نموده ایستادند. از این خاطر یکی از صاحبکاران موفق ما دهقانبای مرسولوف از فدراسیون روسیه آمده با دستگیری از این اقدام مبلغ خود را به جای به حج رفتن به این تدبیر خیلی مهم صرف کرد که برای مردم آب آورده شد. حالا 15-20 نقطه آب نوشاکی در محله‌های آوریکام، دره بدروازه، گلباغ، موضع لب سوی و دیگر جاها پر با آب نوشاکی تامین گردیدند. از این مردم خیلی خوشحال شده به تشبس صاحبکار شریک گردیده آنها نیز به شهرهای دست جمعانه برآمدند و همه یک جایه همین کار را زود و فوراً به سامان رساندند. 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده حتما پیشواز خواهیم گرفت. همچنین با تشبس صاحبکاران دهه برای منفرش‌کنی کوچه ها علاکه 5 میلیون سومانی جمع‌آوری کرده شده است که تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز 10 کیلومتر کوچه های محله های بورک، قلعه، بغل غرمه و افریکان منفرش کرده می شوند. همچنین با تشبس صاحبکاران
در دهه بابودرخان یک ورزشگاه زمانوی و در محله شخک دهه پانغاز 16 سیمخانه و 4 اتاق کاری ساخته می شود. کارهای ساختمانی در این انشاءاتها 80% به اتمام رسیده با طریق حشر تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به انجام می رسند. در این اقدامهای خیر دستگیری صاحبکار زین‌العابدین مقصودجانوف با برادرانش نظر رس می باشد. ساکنان جماعت دهات ناحیه 8 در نقشه دارند با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه 8، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری را بیشتر گردانیده در آبادی دیار سهمگزار باشند و این منطقه را به یکی از گوشه‌های زیباترین کشور تبدیل دهند تا برای ساکنان شرایط خوب و معاصر زندگی مهیا شود. گزارش عبدالرشید رحیمی و شایره مبینی از جماعت دهات پانغاز ناحیه 8 برای برنامه اخبار تلویزیون ولایت سوخت.